سلام، امیدوارم خوب باشین، صحتمند باشین. دوستان عزیز، هر شمایی که مثلا رمز فیسبوک خودتون یادتون رفته باشه، نحوه مثلا پال کردن رمز دوباره بر شما یاد میدیم. میریم تنظیمات، اینجا رو میزنیم، باز اولی رو، باز اینجا تغییر گذار واژه اینو میزنیم. رفتیم فیسبوک، همینجا مثلا رمز فیسبوکتون یادتون رفته، مثلا میزنیم مثلا فراموش کردن، مثلا رمز خود رو فراموش کردیم. الان اینجا 4 چیز بر شما نشان میده. یک، همین شماره واتساپ که دارین، در شماره که اضافه کردین همینجا چیز میکنین، پیامک میپرسه، رمز میپرسه بر شما. 2، ایمیل، ما از طریق ایمیل درخواست میدیم، میزنیم ایمیل که زدیم، الان ایمیل آمد برای ما. ایمیل که آمد، باز میریم داخل ایمیل. مسیح چیزش آمد، باز رمزش آمد. این رمزم کپی میگیریم از اینجا، باز میریم همون جایی که مثلا چیز رمز خواسته بود، میزنیم اینجا رو. باز همینجا مثلا میتونیم رمز خود انتخاب کنیم، مثلا هر چقدر رمز داره. باز رمز که انتخاب کردیم، بعدی را اینجا مثلا یک تیک مار داره، اینو انتخاب میکنیم. باز اینو انتخاب کردیم، بعدی را میزنیم. رمز خود را بعدن میتونین یک جای جابجا کنین، یا مثلا در یک دفترچه بنویسین، باز از پیشتون گم نشه. این بود ادامه ویدیو ما. تا ویدیو بعدی، خداحافظتون.